مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه روز 4 مارس خبر داد که هرچند در تاجیکستان با ماشین به درس آمدن دانشجویان قطعا منع کرده شده است، ولی چنانه که رید نوبتی کارمندان میلیسیا آشکار ساخت، هنوز هم حالتهای بمباشین به دانشگاه به درس آمدن دانشجویان وجود دارند. از جمله کارمندان میلیسیا معین کردند که دانشجوی بخش 4 فاکولته به حسابگیری اقتصادی و بخارگالتری دانشگاه ملی تاجیکستان اسمت و فرهاد زیندینویچ سال تولدش 2000 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه غلاموف با автомاشین شخصیش تمغه خونده صنعت به درس آمده است. وابسته به این حالت جهت قبول قرار دخلدار از جانب کارمندان میلیسیا مواد لازمه ترتیب داده شده به رهبریت وزارت معارف و علم ارسال شده است. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه تاکید کرده است که طبق مقررات موجوده در حالت آشکار گردیدن چنین حالتها دانشجو به مدت 3 سال به حقوق برقرارسازی از دانشگاه خارج کرده می شود. از این لحاظ دانشجویان را می باید وقت پرقیمت خود را به آموزش تحصیل گذرانیده دست به چنین قانون شکنی ها نزنند و نام خود را داغدار نسازند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه ماه نوامبر سال 2021 خبر داده بود که دانشجوی بخش 3 فاکولته مالیوی اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان محیدینوف خدای نظر سال تولدش 2001 استقامت کننده نوع یوان جماعت دیوت دهنه با автомاشین شخصیش تمغه تویوتا کرولا به دانشگاه حاضر شده است. بر اساس یک فرمایش وزارت معارف و علم با ماشین به درس آمدن دانشجویان در مکتب‌های عالی تاجیکستان قطعاً منع کرده شده است. این محدودیت در برابر محدودیت‌های دیگر موجوده در تاجیکستان چون فقط در دایره عائله گذرانیدن زادروز یا محدود کردن شماره میهمانان و نامگوی طعام و حتی مقدار گوشت و برنج در معرکه‌های توی و ماتم مردم از جمله تصمیم‌هایی است که در بیرون از تاجیکستان عجب و غریب می‌نمایند. حامیان حقوق این نوع تصمیم‌ها را همچون نمونه دخالت ناجا و ناضرور دولت در حریم حیات خصوصی شهروندان تنقید می‌کنند. خود دانشجویان نیز از قرار منع با ماشین به درس آمدنشان چندان راضی نیستند. به گفته دانشجویان بسیاری آنها بعد درس مجبورند که چند ساعت با ماشین‌های خود کراکشی کنند تا که پول گذران زندگی پیدا و پول تحصیل خود را جمع کنند. اکثر چنین دانشجویان ماشین‌های ارزانه به مثل اوپل دارند و از بس که در سن دانشگاه گذاشتن ماشین‌هایشان میتواند سبب جزا دادن آنها شود، دانشجویان ماشین سوار حالا اکثر وقت ماشین‌های خود را در یگان توقفگاه نزدیک به مکان درسشان گذاشته تا دانشگاه پیاده می‌روند.